خمس و تحریف آخوند در روایت بخاری. در چندین جای بخاری این مطلب ذکر شده، از جمله اون در جلد اول از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده که حضرت فرمودن انه قال لوفد عبد القیس، وفد عبد القیس در این روایت هست که ایشونا آمدن خدمت پیغمبر و اسلام آوردن. پیغمبر فرمودن آمرکم باربع، من 4 چیز را به شما، این تعلیمات اسلامی بود که به طور کلی به اونها می آموختن و جزئیاتش را دیگه موکول می کردن به اینکه خودشون تحقیق بکنن اینها. از جمله این فرمایش که حضرت فرمودن به اونها تا اونجا میرسه که و اقام الصلاة و ایتاء الزکات، نماز را برپا بدارید، زکات را اونهایی که مورد زکات دارن زکات بدن، و ان تؤدوا الی خمس ما غنمتم، و اون که به من بپردازید خمس چیزی رو که به دست آورد، هر چیزی که خمس ما غنمتم. حضرت نمیگه خمس غنیمت، خمس اون چی که استفاده میبرید، چون غنیمت در لغت عربی شامل هر فائده‌ای که به دست انسان میرسه هست. لذا حضرت میفرمایند و ان تؤدوا الیه، بپردازید خمس اون چیزی که به عنوان غنیمت، به عنوان فائده، به عنوان ربح و سود به دستتون میاد. بینندگان محترم، یگانه آیه‌ای که در آن از خمس نام برده شده است آیه 41 سوره انفال است که الله متعال می‌فرماید واعلموا انما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدیر. و بدانید هر غنیمتی که به دست آوردید 1/5 آن از آن الله و پیامبر و خویشاوندان و یتیمان و مستمندان و در راه ماندگان است، اگر به الله و آنچه بر بنده خود در روز جدایی حق از باطل نازل کردیم ایمان دارید، روزی که آن دو گروه با هم درگیر شدند، یعنی روز جنگ بدر، و الله بر هر چیزی تواناست. این آیه بعد از غزوه بدر نازل گردید و در مورد خمس غنایم که از کفار و آن هم در میدان نبرد گرفته شود است، و این تنها یک تشابه لفظی است که مقید و مضاف به غنایم است و در قرآن کریم آیه دیگری که مشتمل بر لفظ خمس باشد یافت نمی شود. خمسی که نسبت به زکات چند برابر است می باید که با آیات صریح که در آن هیچ تأویلی نمی بود بیان می شد. چون زکات که از لحاظ کمی و مقدار مراتب کمتر از خمس است، با دهها آیات صریح قرآنی که اختلافی در آن نیست و نمی توان آن را به غیر از زکات به چیز دیگری تأویل نمود ثابت شده است. اما در مورد خمس مکاسب حتی یک آیه صریح و واضح نازل نشده است. مگر دین اسلام برای حفظ جان و مال و ناموس نیامده است؟ پس کدام عقل سالم و مستقل باور می کند که 20% مال از مردم گرفته شود و آن هم به نام الله و رسول و امام، ولی هیچ نص شرعی در آن نباشد؟ آیا یک عقل سالم مستقل که وابستگی به هوا و هوس و شهوت نداشته باشد این را میپذیرد؟
آخوندهای رافضی بعد از این که از ثابت کردن خمس مکاسب با نصوص صریح و واضح عاجز ماندند، دست به تحریف و تأویل زدند. چنان که مشاهده نمودید، این آخوند حدیثی را از صحیح البخاری نقل می کند و در معنی آن تحریف می نماید تا خمسی را که تا قرن 5 هجری از آن در اقوال علما و ائمه خبری نبود ثابت نماید. حدیث وفد عبدالقیس در صحیح البخاری و مدارک حدیثی دیگر به روایت‌های مختلف آمده است که مفهومش همان خمس غنیمت است که در آیه سوره انفال بیان شد و تحریف معنی آن به خمس مکاسب تلبیسی بیش نیست. لفظ خمس ما غنمتم که این آخوند به آن استدلال می کند عین تعبیر قرآنی است که در آیه 41 سوره انفال بیان شده است: وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، که مراد از آن بالاتفاق خمس غنیمت است. و روایات دیگر حدیث این معنا را بیشتر واضح می سازد، چنان که در صحیح بخاری حدیث 53 آمده است: وَأَن تُعْطُوا مِنَ الْمَغْنَمِ الْخُمُسَ، و از آنچه که شما به غنیمت میگیرید خمس آن را بپردازید. و در روایت 7266 لفظ المغانم آمده که به معنی غنیمت‌های جنگی می باشد.